همین شیطانی که امروز امت اسلام از راه حق بیرون کردگی هست، میگوید بالای بحر کرسی خود میگذاشته است و فرزندهای او در تمام دنیا پریشان هستند و هر کدام او می آمد از خبر می داده است. ای سردار، امروز من یک مرد مسلمان را وسواس کردم و او به زنا مبتلا شد. این سردار چی می گفت است؟ می گفت است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. باز دیگری می آمد است: ای سردار، امروز من یک نفری مسلمان را نگذاشتم که در نماز 5 وقته در نماز جماعت اشتراک کنند. سردار می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. دیگری می آمد است می گفته است: ای سردار، من یک مرد را چنان وسواس کردم که بار هم نماز نمی خواند. سردار می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. این کار سهل است، این کار آسان است. دیگرش می آمد است می گفته است: ای سردار، امروز من یک بنده مسلمان را چنان وسواس کردم که حتی دستی به قتل زد، یک برادر مسلمان شب به قتل رسانید. این شیطان می گفته است نه آنقدر بزرگی را انجام دادی. یعنی از کار این، از این مراجعت، از این خبرها این سردار میگوید هیچگاه شاد نمی شده است، خرسندم نمی شده است. وقتی میگوید یک نفر دیگر می آمده است از فرزندهای شیطان، می گفته است: این سردار، امروز من یک جوان را چنان وسواس کردم، در خانه آنها چنان جنگ را مبتلا کردم که وی مرد عاقبت زن خود طلاق داد. میگوید این سردار از بالای کرسی میخیسته است و نزد این فرزند خود می آمده است و این فرزندی که این گونه عمل را انجام داده است وی را در آغوش می گرفته است، می گفته است: خوش به حال تو که چنان یک کار بزرگی را انجام دادی. در این عمل تو عرش پروردگار جنبید. از یک طلاقی که تو در خانه این مسلمان برپا کردی، عرش پروردگار را تو در جنبش در آوردی. از طلاق عرش پروردگار می جنبد. خدای مهربان از این طلاق بی نهایت ناخشنود می شده است. البته سبب همه طلاق ها ما و شما می دانیم که جنجال هاست. بعضی نافهمی هایی که در خانه پیدا می شود عاقبتش طلاق است. لیکن شما فراموش نکنید شما پیرو پیغمبر خدا هستین. در خاندان پیغمبر خدا هم جنجال بود. قصه ها از حیات پیغمبر خدا میگذرد که بار پیغمبر خدا با همراهی عایشه چی جنجال کردند. چنان جنجال شدند که حتی که پیغمبر خدا مجبور شدند که خسوری خود، یعنی حضرت ابوبکر را برای مصلحت دادن دختر در خانه خود حاضر کنند و نفر روان کرد که ابوبکر را به نزد من دعوت کنید. وقتی ابوبکر آمد، عایشه صدیقه در یک گوشه خانه نشسته، پیغمبر خدا در یک گوشه خانه نشسته. وقتی ابوبکر در آمد و نزد اینها که نشست، پیغمبر گفت: ای عایشه، گفت آیا سخن را تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ آیا شکایتی که داریم آیا تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ میگد عایشه چنان غضبناک بود، گفت: بل تکلم انت ولا تقل الحق. ای محمد، گفت تو آغاز کن، لیکن وقتی که صحبت میکنی، وقتی که سخن میگویی، گپی راست بگو. پیغمبر خدا آیا گپی ناحق میگفتن؟
سخن پیغمبر خدا همش چی در حالت حزل چی در حالت غضب، در همه حالت پیغمبر خدا سخن حق میگفتند. لیکن چنان خشم عایشه را فرا گرفته بود که گفت ای محمد، گفت وقتی سخن میگوی سخن راست بگو. از این سخن ابوبکر صدیق چنان میگه غضبناک شدند، خسته عایشه صدیقه را زیر لط کوب قرار دادند. محمد غزالی در کتابش میگوید که حتی از بینی عایشه خون سر کرد و دویده میگه از پشت پیغمبر خدا میگوید آغوش کرد. پیغمبر خدا گفتند لم ندعوک لهذا یا ابو بکر ولا اردنا منک هذا. ای ابو بکر، من تو را برای این فریاد نکردم که بینی عایشه را خون آلود کنی. من از تو این را درخواست من این نبود، بلکه درخواست من این بود که تو به او یک مصلحت نیک دهی. در عائله پیغمبر خدا این گونه جنجال ها پیدا می شد. حتی چنان گاه ها میگد عایشه چنان غضبناک می شد که از غضب بسیار چی می گفت؟ ای محمد، تو گمان میکنی پیغمبر هستی؟ این گونه میگد صحبت ها از زبان عایشه صادر می شد. رسول اکرم میگوید اینی لعرف غضبک من رضاک. ای عایشه، من میدانم که تو کدام وقت غضبناک هستی و کدام وقت خوشحال هستی. کیف تعرفوه؟ عایشه گفتم پیغمبر، چگونه تو میشناسی کدام وقت تو میدانی که من غضبناک هستم و کدام وقت از تو راضی هستم؟ پیغمبر گفتن که اذا رضیتی قلتی لا و اله محمد صلی الله علیه وسلم و اذا غضبتی قلت لا و اله ابراهیم علیه السلام. وقتی اگر گفت من غضب تو را از رضاگی تو با چنین تجربه فهمیدم، وقتی تو از من راضی باشی میگویی قسم به خدای محمد، لیکن وقتی از من ناراضی باشی یا غضبناک باشی میگویی که قسم به خدای حضرت ابراهیم علیه السلام، نام مرا نمیگیری. از این حکایه ها چی معلوم می شود؟ معلوم می شود که در حیات پیغمبر خدا هم، در بین زنهای پیغمبر خدا هم گاه وقت نافهمی ها پیدا می شد، یعنی از جانب زنها پیدا می شد. پیغمبر خدا هیچ عیب نداشتند. من برای شما جمعه پیشین خبر دادم که پیغمبر گفته بودند فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.